ابتدا ببینیم اصلا علم اقتصاد هدفش چی هست، موضوع بحثش چی هست، بعد وارد جزئیات بشیم و توی سطح خرد و توی سطح کلان مباحث رو پیگیری بکنیم. خیلی ساده بخوایم علم اقتصاد رو تعریف بکنیم میتونیم بگیم که علم اقتصاد در حقیقت علم تخصیص بهینه منابع محدود بشر هست به نیازها و خواسته های نامحدودش. یعنی چی؟ یعنی که ما یه مقدار محدودی منابع داریم، به عنوان مثال یه مقداری منابع طبیعی داریم، یه مقداری هر فرد فرض کنید سرمایه انسانی داره، یه مقداری سرمایه مالی داره، درسته که اینا محدود هستن. از طرف دیگه یه مقدار زیادی نیازهایی رو داره که عمدتاً نامحدود هستن. به عنوان مثال افراد تمایل دارن ثروت بسیار زیادی داشته باشن، تمایل دارن تا جایی که میتونن از زندگی لذت ببرن و امکانات و رفاه حداکثری داشته باشن. یعنی از اون طرف بشر خیلی محدودیتی براش وجود نداره. حالا این که ما این منابع محدود رو به چه صورتی بیایم به این نیازهای نامحدود تخصیص بدیم، این میشه موضوع علم اقتصاد. پس دو تا ویژگی داره. یه ویژگی اینه که منابع محدود هستن، پس ما جاهایی که منابع نامحدود باشن خیلی علم اقتصاد معنایی پیدا نمیکنه. به عنوان مثال اگر فرض کنید که ما بخوایم راجع به آب اقیانوس ها صحبت بکنیم، چون این آب اقیانوس ها تقریبا یه منبعی است که به طور نسبی نامحدود هست، علم اقتصاد خیلی وارد اونجا نمیشه. اما یه منبعی مثلا فرض کنید نفت، این چون محدود هست این رو علم اقتصاد وارد بحثش میشه و بررسی میکنه که این به چه صورتی باید به صورت بهینه تخصیص پیدا بکنه. و نکته دوم هم همین بحث تخصیص بهینه بود، به این معنا که منظور ما از تخصیص بهینه چی هست. طبیعتا هر جایی من بحث بهینه سازی یا اصطلاحاً اپتیمایزیشن رو دارم، یه تابع هدفی رو میام تعریف میکنم و این تابع هدف رو با توجه به محدودیت هایی که دارم میام بهینه میکنم یا حد اکثر میکنم مثلا. درسته؟ اگر من در قالب یک مصرف کننده باشم توی اقتصاد، در علم اقتصاد اون تابع هدف مصرف کننده اصطلاحاً بهش میگیم تابع مطلوبیت، که حالا راجبش مقداری مفصل‌تر توضیح میدیم. منتها خیلی خلاصه بخوایم بگیم مطلوبیت مصرف کننده در واقع اون رضایتمندی هست که از مصرف کالاها و خدمات مختلف نصیبش میشه. یعنی در واقع مصرف کننده با مصرف کالاها و خدمات مختلف در تلاشه که این رضایتمندی خودش رو حد اکثر بکنه. در سمت دیگه چی داریم؟ در سمت دیگه بنگاه ها رو داریم. این بنگاه ها هدفشون چی هست؟ بنگاه ها در واقع هدفشون حد اکثر کردن سود هست، یعنی اون تابع هدف دیگه حالا میشه سود. چرا؟ چون بنگاه تصمیم گیرانش حالا با یه مکانیزمی، یه کورپوریت گاورننسی به اصطلاح داره و این سهامدارانی که داره اینا دارن تصمیم گیری میکنن داخل شرکت، مثلا از طریق هیئت مدیره و مدیر عامل. و طبیعتاً بنگاه هدف از تشکیلش همین حد اکثر کردن سود سهامداران هست. پس بنابراین تخصیص بهینه وقتی داریم میگیم توی علم اقتصاد، از منظر مصرف کننده این میشه بیشینه کردن مطلوبیت یا رضایتمندیش و از منظر تولید کننده میشه حد اکثر کردن سود. حالا این تخصیص بهینه منابع رو من میتونم تو دو سطح بررسی بکنم. یک سطح به اصطلاح خرد هست که توی سطح خرد من میام تک تک آحاد اقتصادی رو اصطلاحاً، یعنی یک مصرف کننده فرض کنید یا یه دونه تولید کننده، این رو میام بررسی میکنم که این مصرف کننده یا این بنگاه، این خانوار یا این بنگاه، این منابع محدودی که داره از نظر زمانی، از نظر مالی، از نظر مواد اولیه و غیر و ذالک، از نظر سرمایه، اینها رو به چه صورتی در واقع تخصیص میده تا به اون نقطه بهینه خودش برسه. یعنی گفتیم در قالب مصرف کننده میشه حد اکثر کردن مطلوبیت، در قالب تولید کننده میشه حد اکثر کردن سود. این رو ما بهش میگیم اقتصاد خرد. پس در حقیقت اقتصاد خرد بررسی رفتار اقتصادی تک تک آحاد اقتصادی، یعنی یک بنگاه یا یک فرد. حالا از این یه سطح بیام بالاتر میشه اقتصاد کلان. یعنی توی اقتصاد کلان من میام میگم که یک جامعه، یک اقتصاد، یک کشور تشکیل شده از هزاران هزار افرادی که
اینا هر کدومشون دارن برای خودشون تصمیم بهینه اقتصادی رو میگیرن. حالا اگر که اینها دارن با هم دیگه تعامل میکنن، روزانه هزاران هزار مصرف کننده دارن مطلوبیت خودشون رو حد اکثر میکنن و هزاران تولید کننده سود خودشون رو حد اکثر میکنن، بیان ببینم که تجمیع شده یا اصطلاحاً اگریگیشن رفتار اینها توی سطح کلان به چه صورت هست. پس اقتصاد کلان داره بررسی میکنه همون تصمیمات اقتصادی رو، تأثیر کلانش رو، یعنی تجمیع شده در سطح یک کشور. یک تعریفی که ما توی علم اقتصاد خیلی باهاش سر و کار داریم، اصطلاحاً بهش میگیم مکانیسم بازار. این بازار، مکانیسم بازار، منظور اون بازار فیزیکی لزوما نیست، اگرچه بازارهای فیزیکی یه بخشی از یک نوعی از بازارها هستن، ولی منظور لزوما مکانیسم بازار نیست. ما میایم توی علم اقتصاد توضیح میدیم، مثلا در سطح اقتصاد خرد وارد جزئیاتش میشیم که این مکانیسم بازار یعنی مکانیسمی که تولید کنندگان و مصرف کنندگان یا فروشندگان و خریداران اینا به صورت آزادانه با یکدیگر تعامل دارن، اینتراکشن دارن و خرید و فروش میکنن کالاها و خدمات خودشون رو. میایم توی علم اقتصاد خرد بررسی میکنیم که این مکانیسم بازار در حقیقت مکانیسمی هست که بهترین تخصیص منابع رو داره. یعنی توی اقتصاد اون تخصیص بهینه منابع، حالا با یه استثناءاتی البته که صحبت میکنیم، در نتیجه همین مکانیسم بازار اتفاق میفته. یعنی تک تک آحاد اقتصادی هر کدوم به دنبال منافع خودشون هستن، دنبال همون حد اکثر کردن سود خودشون هستن و اگر مکانیسم بازار حاکم باشه، در اکثر موارد این مکانیسم بازار منجر میشه که در سطح کل بازار هم تخصیص بهینه منابع اقتصادی رو داشته باشیم و به اصطلاح رفاه اجتماعی حد اکثر بشه.